منبر ایرا بیان کرد. پس من به همون شخصای مراجعت میکنم که میگن که دجال هنوز تولد نشده است. هی برادر از خواب غفلت بخیزی. و پیغمبر تمیم داری را نگفت که تو دروغ میگوی حالی دجال تولد نشده است. نه، گپی تمیم تصدیق کرد پیغمبر خدا. از بالای منبر به مردم بیان کرد، مردم تحذیر داد که هشتونه در سر تو بگیره. و با او کسایی که تا حاضر بیچاره گمان میکنن که دجال در بالای خر سوار می آید و بعد یک تلویزیون در دست شای میگه که اگر پدر و مادر تا نشان بتم نعوذ بالله بگن که همین خدا از قبول میکنه، در جواب مردم بیچاره میگفتیم بله، بعد تلویزیون را کلوچت میکرد است ای بالای خر. بعد صورت پدرش اون مردک میدیده است که میگفت است که بچم نعوذ بالله همین خدای در پیشش تعظیم که او زمانو برفتن. یه مردم عصر 21 در زندگی میکنه. در یگان حدیثی که پونه اومده است، در یگان نصی شرعی ناومده است که دجال در خر سوار می آید، در یگان نصی شرعی ناومده است که تلویزیون در تای کشش می آید. برعکس شیطان ها در خدمت چند. متاسفانه این هفته ما گپ تمام کرده نتونستیم، هفته آینده به اتمامش میرسونیم. من با شما صحبت میکنم که چه خیلی بین دجال و بین شیطان ملعون شرطنامه امضا شده است. یا همکار هستند، هم پیمان هستند. شیطان ها در خدمت دجال هستند. خدای تعالی با ابلیس علیه لعنه مهلت داد تا قیامت زنده میمونه، در صورتی که دیگر جن ها تولد میشوند میمرن. ابلیس سبب اینه که تا روز قیامت زنده است. وقتی که خدای تعالی به حضرت عیسی علیه السلام مهلت داد، حضرت عیسی زنده است، ولی قبل از وقوع قیامت حضرت عیسی به زمین میآید و این دجالی بدبخت به قتل میرسونه. پس چی جای تعجب داره که خداوند متعال با یک شخص به خاطر فتنه مثلا همین 3500 سال 3000 سال عمر نده. ما و شما اکثریت ما الحمدلله میگیم که خضر علیه السلام زنده است. حضرت خضر هیچ جای تعجب نداره. در حدیث اومده است، بخاری و مسلم روایت میکنند، حدیث ها صحیح ترین حدیثن، از حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، که حضرت ابو سعید خدری روایت کرد گفت یأتی الدجال و هو محرم علیه ان یدخل نقاب المدینه. وقتی که دجال میآید میگه اندک پیشتر بدویم، وقتی که دجال میگه میآید یعنی آشکار ظاهر میشود. خودش آشکار نعوذ بالله پیغمبر اعلان میکنه و بعدا خدا اعلان میکنه. خدای تعالی بر او حرام گردانده است از سرحد مدینه عبور کردن. دجال تمام ملک‌ها را تصرف میکند غیر مکه و مدینه، بر روایات صحیحه پیغمبر صلی الله علیه و سلم و غیر دمشق که در اوجا مسلمان‌ها تحت سرپرستی مهدی در محاصره بدن. دیگه تمام ملک سرزمین ها را ضبط میکنه. اگه دجال میگه مدینه میآید به خاطر تصرف مدینه، اما خداوند از بس که حرامش گردونده است در اومدن نمیتونه. در روایت اومده است حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه لها یومئذ سبعه ابواب علی کل باب ملکان. در همون روز مدینه 7 در داره، در هر درش 2 ملائکه خدا، 2 ملائکه پهلوان قرول ایستادیان که دجال ندروید. وقتی که دجال نزول میکنه در نزدیکی مدینه، یک مرد از شهر مدینه خارج میشود. حضرت میگه هو خیر الناس، بهترین مردم به در عصر زمان. میآید نزد دجال، به دجال مراجعت میکند، میگوید اشهد انک الدجال الذي حدثنا رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیثه. من گواهی میتم که تو دجال هستی، تو همون دجالی بدبختی هستی که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث او را به ما کرده است. دجال با گرد اطرافیاش مراجعت میکند، با مردم حوالی مدینه مراجعت میکند. وقتی که دجال نزد مدینه میآید در حدیث اومده است که 3 بار مدینه میلرزه، سخت میلرزه. تمام فاسقا و منافقا دیگه شهر را ترک میکنن از ترس دجال. نه، مدینه منوره برای خارج ساختن این همه حرامی ها، این همه فاسقا و منافقا میلرزه.
دجال به همین فاسقا مراجعت میکند، میگه ارایتم ان قتلت هذا ثم احییته هل تشکون فی الامر. ببینید میگه اگر من همین مرد آوازی بکشم در پیش چشم تو، بعد از نو زندش کنم، آیا شما نعوذ بالله در خدایی من شک دارید؟ شک میکنید؟ در جواب میگن نه، اگر بکشش زندش کنی ما میگیم تو خدا هستی نعوذ بالله. فیقتله ثم یحییه، میکشش از نو زندش میکنه. ایره استدراج میگن. وقتی که زندش میکنه این مرد به دجال نگاه میکند، میگه والله ما كنت فیک والله ما كنت فیک اشد بصیرة منی الان. قسم به خدا میگه یقینم باز بیشتر شد که تو همون اعوری کذاب هستی، تو همون دجال ملعون هستی. این دفعه هر قدر که دجال کوشش میکنه دیگه کشتش نمیتونه. امام مسلم حدیث آورده است، بعد در پایانش میگه و قال ابو اسحاق یقال ان هذا الرجل هو الخضر علیه السلام. میگه ابو اسحاق یکی از راویای حدیث ابراهیم ابن سفیان گفته است که همون مردی که بر ضد دجال برآمد و با دجال مراجعت کرد، من گواهی میتم که تو دجال هستی، این خضر علیه السلام بود. انا همون لحظه ده خضر علیه السلام به شهادت میرسه، شهید میشود. پس چی جای تعجب داره که اگر دجال عمری مدید دیده باشه؟ این هیچ جایی نداره. خب قصه کوتاه. وقتی که نصرانی ها را متفرق ساخت، فتنه و نیرنگ های زیاد کرد، آخر الامر مانده می شود. به خاطر استراحت به همون جزیره ای که در اوجا بزرگ شده بود کشتی سفر بر کرده و می رود. وقتی در ساحل فرمد کشتی ها رخصت میکند، خود می آید که جاسوسا همراه 20 نفر ملائک خدا که به صورت آدم استاده بودند با زنجیرهای بسیار غوث منتظرشند، از دست پاش میگیرند، در همون غاری که تولد شده بود در همونجا زنجیر بندش میکنن، میبندنش. این ساعت تولد حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بود. حضرت در همون وقت تولد شده است. مدت 63 سال دجال زنجیربند بود. امام مسلم در صحیح خود، مسلم ها میدونه نه بچه ها، انشاءالله قوم مسجدی ما خوب میدونن، صحیح مسلم در پهلوی صحیح بخاری است. صحیح ترین کتاب ها بعد قرآن عظیم شان حساب میکنن. این کتاب هایی هستند که در اینو یگان حدیث ضعیف نیست. یک قصه را آورده است، قصه صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تمیم داری. همه قصه جاسوسی که گفتیم من این را از خودم نمیگم، این را از حدیث برای تو گفته استم. با گمان نکنه که همین فانتزیاش کرد رو آورده و از خودش چیزی لقلق داره. منبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم جای افسانه گویی نیست برادرای عزیز. یکی از صحابه پیغمبر با نام تمیم داری که اصلش از فلسطین است، حتی میگن که زاهد فلسطین و اردن بوده است، بسیار شخصی بزرگ بود. این سردار نصرانی ها بود، یک کشیشی بزرگ بود. سال 9 هجری میوه مسلمان میشوه و در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم قصه‌ش میکنه. در حدیثی در صحیح مسلم اومده است که فاطمه بنت قیس رضی الله عنها روایت میکند، بار میگه نماز خواندیم در مسجد نشسته بودیم، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم امر کرد همه که در جهاتو بشینه، الا مصلاکم، هیچ که گفت از جاش تکان نخوره. بعد حضرت میگه بالای منبر برآمد، تبسم کرد، گفت میدونی برای چی من تو کردم؟ اینا برادر مو تمیم داری مسلمان شد، سال 9 هجرت بود و این برای من یک قصه را کرد، یعنی همون چیزی را که من برای شما تحذیر میدادم همون را این با چشماش دیده است و ثبوتش برای شما بازم بیشتر و زایدتر می شود. و قصه کرد. تمیم داری میگوید در کشتی نشسته بودیم، سیری بحر داشتیم، ناخواست دریا طوفانی شد، کشتی من دیگر رهگم زد. وقتی که صبح شد و طوفان قرار گرفت دیدیم که در نزدیکی یک جزیره هستیم. همون زورقی که در پهلوی کشتی است، زورق گرفتیم، در زورق سوار به
جزیره خارج شدیم. کشتی‌های کلون به جزیره نزدیک نمیشوند، شما میدونید نه؟ اگر پورت نباشه، زیرا که خوف اون است که یگو خرسنگ کلان است در زیر آب، اگر در خرسنگ بزنه کشتی و زیرش سوراخ شود تمام او کشتی از کار میبروید، سرنشیناش غرق میشوند. از همین خاطر کشتی در بین بحر لنگر میپرتوید، در همون جایی که مثلا چقر است بعدا در زورق ها سوار میبرویند. در زورق سوار میگه خارج شدیم به جزیره، یک حیوان اومد بسیار پشمینه، حتی میگه سرش از قفاش فرق نمیکردیم که کدام طرفش سره کدام طرفش قفا، وقتی خم شده و علف میچری. حیران شدیم، گفتیم سبحان الله این چی هیکلی مهیبه. نخست به زبان در اومد، گفت شما کی هستی؟ به زبان انسانی میگه، در جواب گفتیم ما یک قومی از عرب هستیم. تو کی هستی؟ با فکرم گفتیم تو شیطانی. نخو گو گپ زنه. گفت شما به همین غار داخل شوه، در داخل این غار یک شخصی هست بسیار احتیاج به صحبت شما داره. ما از یک طرف ترسان که این شیطان نباشه یگان زیان ما برسونه، از طرف دیگر وقتی که این سخن شنیدیم بسیار میل رغبت ما بیدار شد. از این خاطر به غار میگه رفتیم، دیدیم یک شخص بسیار موی سری جنگیله داره، یک چشمش اعور با زنجیرها بسته شدگی در دیوار. نزدش آمدیم، گفت شما چی کسید؟ گفتیم ما یک قوم از عرب هستیم، از بنی لخم و بنی جزام. میگه سوال کرد که شما را به خدا قسم نخلستان بیسان آیا هست؟ گفتیم بله هست. گفت ولی خشک نشدین خرمهاش؟ گفتیم نه. گفت تا زمان او نخلستان خشک نشود من آزاد نمیشم. سوال کرد از یک بحر دیگر، بحیره، از یک حوض دیگر که آیا آبش خشک نشده است؟ گفتیم نه، آبش جاری است. از یک چشمه دیگر سوال میکرد، گفتیم الحمدلله مردم از آبش استعمال میکنن. بعد گفت پیغمبر آخر زمان برومد؟ گفتیم بله. افسوس صد افسوس وقت بود تنگ است، اگر من کلمه های حدیث براتون میگفتم خیلی راحت میکرده. گفت آیا گفت عرب ها تسلیم حکم پیغمبر شدن؟ گفتیم بله، در اکثر حالت تسلیم شدیان، ولی بعض قبیله ها ماندیان، اما اکثر کل الکی تسلیم شدن. الکی پیامبر صلی الله علیه و سلم حکمش در نیم جزیره عرب مسلط گشته است، حکمش پهن شدگی است. بعد گفتیم تو کی هستی؟ اینقدر سوال مو میکنی، تو را چرا زنجیر پیش کردیان؟ گفت من مسیح دجال هستم. مسیح دجال هستم گفت، و برای من خبر آمده است که تا زمان همون نخلستان نامبرده خشک نمی شود، تا زمانی که همون حوض آبش زمین فرو نمی برد، تا زمانی که چشمه نامبرده خشک نمی گردد، تا زمانی که پیامبر آخر زمان ترک دنیا نمی کند، برای من آزادی نیست. اما من گمان میکنم که نزدیک آمده است وقتی آزادی. همه چیز تمیم داری به چشمش دیده است. نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم اومد، همین را قصه کرد و حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم از بالای منبر این را بیان کرد. پس من به همون شخصای مراجعت میکنم که میگن که دجال هنوز تولد نشده است، هی برادر از خواب غفلت بخیزی. و پیغمبر تمیم داری را نگفت که تو دروغ میگوی حالی دجال تولد نشده است، نه، گپی تمیم تصدیق کرد. پیغمبر خدا از بالای منبر به مردم بیان کرد، مردم تحذیر داد که هشتونه در سر تو بگیره. و با او کسایی که تا حاضر بیچاره گمان میکنن که دجال در بالای خر سوار می آید و بعد یک تلویزیون در دستش میگه که اگر پدر و مادر تا نشان بتم نعوذ بالله بگن که همین خدا از قبول میکنه، در جواب مردم بیچاره میگفتیم بله. بعد تلویزیون را کلوچت میکرد است ای بلوی خر، بعد صورت پدرش هم مردک میدیده است که میگفته است که بچم نعوذ بالله همین خدای در پیشش تعظیم که او زمانو برفتن. هم مردم عصر 21 در زندگی میکنه. در یگان حدیثی که پونه اومده است، در یگان نصی شرعی ناومده است که دجال در خر سوار می آید، در یگان نصی شرعی ناومده است که تلویزیون در تای کشش می آید. برعکس شیطان ها در خدمتشان
متاسفانه این هفته ما گپ تمام کرده نتونستیم، هفته آینده به اتمامش میرسونیم. من با شما صحبت میکنم که چه خیلی بین دجال و بین شیطان ملعون شرطنامه امضا شده است، یا همکار هستند، هم پیمان هستند. شیطانا در خدمت دجال هستند و همون شیطان امر میکنه به شکل صورت پدر اعرابی بیچاره میشود، در حدیث اومده است. بعد میگه بچه جان نعوذ بالله یمی خدای عبادتش کن، مردم بین این شکل بین این نمود گمراه میکنن. از این خاطر این دجال به قول اصح هست. علمای بزرگ عصری بیست از جمله بدیع الزمان سید نورسی تأکید میکنه که دجال هست. علمای حتی زمانوی، علمای مسلمانی که به علوم دقیق سر و کار دارن مثل هارون یحیی یا قصه نویس نیستن، اینو پوست و رمان نمی نویسن، اینو معلمای متماتیک و خیمیا و فیزیکن. هارون یحیی حتی در اینترنت چاپ کرده است که آیا همین دجال پیدا شده است یا نه. بله میگه این دجال هست، دجال عمل کرده است. از همین خاطر برادرای عزیز احتیاط کنه. همه همین فتنه‌هایی که در جامعه برپا میشود همه به وسوسه و به دسیسه شیطان است. در مقابل ما دشمنی بسیار خطرناک ایستاده است، دشمنی که سرور سرکرده آن دجالی هست که تا وقت وقوع قیامت نمیمیره. دشمن سردار دارد که بسیار تجربه ناک است، او انسان عادی نیست مثل ما و شما، تجربه 3,500 ساله داره و همین بدبخت در مقابل امت محمد صلی الله علیه و سلم ایستاده است و در شرطنامه ای که با همراه ابلیس امضا میکنن پونکت اولش همی است که امت محمد صلی الله علیه و سلم بالکل از روی زمین نیست کرده شود. نعوذ بالله. پس یگانه علاج مبارزه بر ضد این دجال ملعون و لشکر بدبخت و بدتالی آن اتحاد ما و شما است. چنگ زدن ما و شما بر ریسمان اعلا، به قرآن عظیم الشأن و به احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم و به شرایع، به مقصد به روایات و به آثار بزرگان ما هست. اگر همین کار نکردیم شیطان ملعون همراه این رفیقش دجال میتونه که ما را پراکنده کند. برای کاری بسیار لازم نیست. مسلمان به مسلمان جنگ میدازد، ثمرش استفاده بردن میبینیم. متاسفانه وقت تمام شد. دعا میکنیم که پروردگارا از شر دجال ملعون که حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم این امت تحذیر میداد و به تو پناه میبرد، ما پناه میبریم زیرا ما عاجز هستیم. خدایا خداوند قدمان اون راسخ و استوار در اسلام بزرگ بدار. خداوند نگذار که این دجال با لشکری منفورش مردم مسلمان گمراه سازد. پروردگار عاقبت کارمون به خیر انجام ده و اسلام عزیز در سراسر عالم منتشر و پیروز گردان. اللهم انا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنة القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال برحمتك يا أرحم